السلام علیکم هموطنان عزیز. به دقت آن نفرانی که در فدراسیون روسیه کار و فعالیت میکنند رسانیده می شود که یک برنامه یعنی پروگرام کشیدیم با نام کشلاک پرداخت. حالا باشد طرز اسکچات کردنش را از پلی مارکت تلفن به شما میفهمونیم. می‌دارید به پلی مارکت می‌نویسید کشلاک پرداخت. اسکچات استنوید کرده به همان نمری که در دست ما است پیوست میکنیم. ما به شما تمام معلومات را اوید این برنامه در رفت ویدیو میفهمونیم. اگر شما باری اول استانوفکا کرده باشید بالانس شما را نشان میدهد 00. در اینجا بالانس با 576 روبل. لیکن حالا ما به شما چی طور پر کردن بالانس را نشان میدهیم. در اینجا هست پاپالنی. می‌داریم درون پاپالنی. در اینجا نشان میدهد که چند قدر مبلغ باید پر کرد کشلاک خود را. یعنی 500 روبل، 1000 روبل، چند قدر که شما میخواهید. ناگفته نماند که شما میتوانید با واسطه این برنامه از مغازه های تاجیکستان خریداری کرده با واسطه دستافکا به خانه شما برده میرسانند. طرز چگونه خرید کردن را نیز به شما معلوماتی پورا میدهیم. البته خوب که باشد حالا ما در اینجا چند قدر پول یعنی 1500 روبل با کشلاک خود میگذرانیم. بانک در اینجا میبراید پریتی نسایت زبیربانک زیر میکنیم. وقتی داخل میشویم در اینجا به ما نشان میدهد که زبیربانک. در اینجا نه تنها زبیربانک بلکه تمام کارهایی که در فدراسیون روسیه کار و فعالیت میبرند با واسطه این برنامه پیوست کرده میشود. از جمله زبیربانک، کردیتنای کارتا و غیره و هاکذا. در اینجا رقم های کارتا را رقم چینی میکنیم. از بس که کارت ما زبیربانک است با واسطه این زبیربانک ما داخل میشیم در این برنامه. در اینجا ماه و سالش را میگذاریم و سیوی اش را البته که پنهان میکنیم به خاطر که باید هیچ کس سیوی کارت دیگر کس شخص دیگر را نداند. زپومنید کارتو باید کرد و در پایان الکترون پشت هست. بعضی از نفرها میگویند که ما الکترون پشت نداریم. چی باید کرد؟ به همگان معلوم است که همه تلفن های اندروید چی دارد؟ گوگل اکاونت دارد. می‌داریم ناسترویکی. در داخل ناسترویکی هست учетные записи. داخل учетные записи ده هست گوگل اکاونت. این از ما قهار 8531. شما با جای الکترون پشت میتوانید گوگل اکاونت رو نیز استفاده برید. اما از نفرانی که الکترون پشت وجود دارد در اینجا الکترون پشت خود را میگذارید و منتظر میشوید که در رقم های تلفنتون یعنی چی SMS کد می آید. کد را گرفته انا کد هم آمد. کد را گرفته در اینجا رقم چینی میکنیم و میبینیم که کارت ما یعنی کارت زبیربانک ما در اینجا دباوید شد. اگر ما بار اول وارد این برنامه شویم این همه پیوست کنی کارت با برنامه لازم می آید. مراتبه دوم اگر وارد شویم به ما لازم نمی آید زیرا با طرز اتوماتیکی خود پیوست شده است یعنی سخرانی شده است. ما فقط زیر میکنیم زبیربانک و اپلاتید و منتظر میشویم که از زبیربانک به ما SMS کد می آید. انا SMS کد رو گرفته در اینجا رقم چینی میکنیم. успешно یعنی که اون مبلغی که ما از کارت با کشلاک پرداخت گذراندیم успешно خوب گذشت. چطوره که در اول دیده بودیم بالانس ما کم بود و حالا باشد یک مقدار زیاد شد. اکنون نظر کنید به پایان اکران چی نوشته شده؟ главный платеж و істория. ما وارد میشویم به платеж. نه اینکه به تاجیکستان با همه اون دولت هایی که در روی اکران میبینید قزاقستان، قرقیزستان و غیره و هاکذا شما میتوانید به یگان فایز پول روانه کنید. حالا ما وارد میشویم به تاجیکستان و تمام کارت های ملی تاجیکستان شما میتوانید با واسطه این برنامه پول روانه کنید. یعنی وارد میشویم به کارت ملی. در اینجا رقم چینی میکنیم رقم های کارت را و چند قدری که میخواهیم به یگان فایز پول روانه میکنیم. بار دیگر تکرار میکنم платеж تاجیکستان و یک چیز دیگر را نگفته نمانم. نه اینکه با کارت ملی و شما باز میتوانید که با تمام اپراتورهای تاجیکستان پول روانه کنید. یعنی که در شاتشان پول گذارید. اینجا یک بعضا وقت مشکلی رخ میدهد. بعضی از شخصیت ها با جای واویلون ت
انتخاب میکنن واویلون NGN رو. اگر رفت و شما به جای واویلون مگافون یا دیگر اپراتور رو انتخاب کردید، برنامه با طرز اتوماتیکی خود اصلاح میکنه. یعنی ما حالا انتخاب کردیم مگافون رو، نظر کنید، و رقم چینی میکنیم نمرهای واویلون رو. برنامه خوبیش در همین است که شما را به خطاگی راه نمیدهد، خود با طرز اتوماتیکی عوض میکند. شما نظر کنید، مگافون بود، رقم های واویلون را رقم چینی کردیم و حالا چی شد؟ واویلون، یعنی اصلاح کرد. در اینجا باشد مقدار پول معین کرده شده است. مثلا میگیریم 100 روبل، چطور که در بالا گفته بودیم به فایز. شما نظر کنید که کمیسیا 0% با پیش، یعنی بله. اگر شما میخواهید که پولی روانه کرده اتان را بینید، داخل میشوید با استوریا در پایان اکران و داخل میشوید با امروز за сегодня. میبینید که پولی روانه کرده شما در انتظاری است. شاید بعد 1 دقیقه، شاید بعد 2 دقیقه انشاءالله که میگذرد. یگان جای فن و فریبش انشاءالله که نیست. در اینجا یعنی که در استوریا شما نه اینکه یک روزه را، بلکه میتوانید همه روزه را نظاره کرده ایستید. یعنی که امروز چند وقت گذرانیدید، دیروز چند وقت گذرانیده بودید، 1 ماه پیش چند وقت گذرانیده بودید. همه این استوری رو در اینجا میتوانید شما نظاره کرده ایستید. اگر که شما میخواهید که دوم مراتبه در همین رقم ها پول گذرانید، با شما بار دیگر تکرار نمیشود که رقم های نمر تلفن رو رقم چینی کنید، بلکه در بالای همون زیر میکنید، پفترید و چند قدری که میخواهید به یگان فایز دوم باره پول میگذرانید. در این برنامه یک چیز عجیب دیگر رو نیز ضم کرده شده است که تاجیکستان کمونال услуги. شما میتوانید که از همین جا ایستاده، یعنی از روسیه، پول برق خانه خود را میتوانیم 9 واسه از آنی که در دوشنبه باشد، در خوجان باشد، لیساوی شاست را در اینجا رقم چینی کرده ماهانه‌اش را پرداخت کنیم. چطور که گفتیم این برنامه را برادران تاجیک برنامه ریزی کردند. یگان جای شک و شبهه است، یگان جای فریبش نیست. رقم هایی که در روی اکران میبینید شما خود زنگ زده شاهد آن گردید. با شما با زبان تاجیکی، روسی حتما که جواب میدهند. حالا ما می‌رویم با اینترنت مگزین. وقتی که وارد اینترنت مگزین میشویم، با ما لازم میآید که بالانس خود را یک نظر کنیم. شاید مبلغش کم باشد. اگر که کم باشد، با قفا گشته از کارت خود، یعنی از کارت خود پاپلنید، یعنی که پر میکنیم و بعدا وارد با اینترنت مگزین میشویم. منیو رو پخش میکنیم. در اینجا شهرها وجود دارند: شهر دوشنبه، شهر خوجان، شهر باختر و غیره و هاکذا. عینی حال باشد این برنامه در شهر دوشنبه با یک مغازه کار و فعالیت میکنه. اگر که شما خریداری کنید، ما میتوانیم به شهرهای نزدیک، به شهر وحدت، به شهر حصار، ناحیه رودکی برده با واسطه دستافک حتما که رسانیم. و در شهرهای خوجان، باختر و دیگر شهرهای کلانترین جمهوری تاجیکستان انشاءالله که در نقشه هست که در آینده با واسطه این برنامه کار و فعالیت کنیم.